انعکاس هنر تصحیب در آثار خطی نیاگان با همین عنوان نمایش مشترک مؤسسه دولتی کتابخانه ملی و آثارخانه ملی دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان دایره زیادی عالمان، مورخان، محققان و پاسدار میراث خطی نیاگان را به هم آورد. در قسمت رسمی چهاربینی ناطقان تاکید داشتند که هنر تصحیب همچون نسخه‌های نادر و صنعت هنری بزرگ نیاگان دائم محفوظ داشته می‌شود و در ادامه آنها از تاریخ آموزش، جمع‌آوری، حفظ و نگهداری و انعکاس هنر تصحیب‌کاری در آثار خطی نیاگان یادآور شدند. در مجموع این نمایش تقسیم بندی شده است از لحاظ زمان زندگی مؤلفان آثار که آغاز آن از مثنوی معنوی است و در آخر به انجام میرسد با نسخه های کلان حجمی که مشهور است به سیر شریف معارج النبوه علامه هروی که در این نسخه ها در حجم 4-5 صحیفه اول و آخر این هنر بسیار هم والا انعکاس شده است که واقعا این یک افتخار است برای ما تاجیکان که در زمان صاحب استقلالی می توانیم از گذشته های خود از هنر و یعنی ذوق بلندی گذشتگان خود با این تنتنه خیلی هم بلند و عالی تجلیل نماییم. سپس نمایش انعکاس هنر تصحیب در آثار خطی نیاگان افتتاح گردیده از جانب مسئولین نمایش به مهمانان سیر آثارخانوی برگزار کرده شد. در نمایش مذکور از فوند طلایی آثارخانه ملی و کتابخانه ملی زیاده از 30 عدد نمونه‌های گوناگون کتاب‌های نادر دست‌نویس که فراگیر موضوع‌های گوناگون تاریخی، عرفانی، اخلاقی، زبانی و ادبی، صرف و نحو و فقه حنفی میباشند به معرض گذاشته شدند. نمایش امروزه به افتخار وارد شدن تصحیب صنعت زرحلکاری به فهرست میراث غیرمادی بشریت یونسکو و با مقصد معرفی و ارزش‌گذاری به میراث خطی نیاگان دایر گردید. تصحیب یک صنعت است که روی مقابل و خوب صحفه‌های اساسی کتاب‌ها زرحلکاری با آب طلا نقش نگار می‌شدند که این هم قیمت یا ارزش علمی کتاب را بالا می‌کرد و از جانب دیگر برای خواننده گوارا می‌شد و از جانب دیگر برای به میراث گذاشتن یک چیزی بسیار گرانبها می‌شد. همین جنبه‌های فرهنگی گوناگون عنصر تصحیب بود که از جانب یونسکو یک دلانه پذیرفته شد و خوشبختانه ببینید که جمهوری تاجیکستان امروز یک چند عنصر تا امروز علاقه 10 عنصر فرهنگی در دفتر یونسکو ثبت نام کرده است و تصحیب یکی از عنصرهایی باشد که امروز از نام یک چند کشور به ویژه از نام جمهوری تاجیکستان در دفتر یونسکو ثبت نام شده است. مورد به ذکر است که در نمایش نسخه‌های دست‌نویسی انتخاب شدند که دارای نقش‌های تصحیب‌کاری شده می‌باشند. در این نسخه‌ها آرایشات در شکل‌های کنجی، مرکزی، چلیکی و دایروی تصویر یافتند و این همه در برابر اشتراکچیان همزمان سیاحان خارجی را نیز به نمایش جلب کرد و آنها با این نوع هنر نیاگان شناس گردیدند. This is our first time to visit Tajikistan. باری اول است که من به آثارخانه ملی و عموما به تاجیکستان می آیم. آثارخانه مکانی است که برای معرفی تاریخ ملت نقش مهمی بازد. مخصوصا ما سیاحان خارجی جایهای تاریخی را که در آثارخانه ها جای گیرند توجه زیاد داریم و می خواهیم ببینیم که در گذشته مردم چگونه زندگی و تاریخ و فرهنگ خود را داشتند. امروز برابر تماشا از آثارخانه ملی تاجیکستان با نمایش دستخط‌های قدیمی شناس شدیم که برایمان خیلی جالب است. در نمایش نسخه‌ها از روی دوره‌بندی تاریخی و نوع آرایشات جابجا گذاری شده نخست از دست‌نویس‌هایی که با آب طلا زرحلکاری شدند آغاز می‌یابد و دوستداران هنر تصحیب امکان دارند تا سنه 10 اکتبر سال 2024 از نمایش مذکور بازدید نمایند.